حالا استاد اصلا جریان ارکستر فیلارمونیک رومانی اصلا چرا رومانی اصلا انتخاب شد؟ حالا چرا اصلا خود ایران در درجه اول ارکستر سمفونیک ایران نگاهی بهش نشده و در درجه دوم چرا اصلا کشور رومانی برای این کار انتخاب شده؟ در مرحله اول ما باید اینو در نظر بگیریم به هر حال ما الان با شرایطی که در موسیقی کشور داشتیم تا به این روز هیچ وقت شرایط خیلی مطلوبی برای ارکستر سمفونیک ما و گروه کورمون به اون صورت نبوده و وفقای انواع اقسام، حالا از مباحث اداری است، از مباحث حالا قراردادی است، معیشتی است، هر چی هستش، اینا مسائلی هستش که حقیقتا سالهاست اینا یک تعریف درستی پیدا نکردن و یک سر و سامان درستی نداشتن. خیلی بحثا سلیقه‌ای بوده. حالا بین صحبتون از اون زمان سال 82 که این اجرا بوده تا الان که الان شما دارین با ارکستر سمفونیک کار میکنین تغییر کرده این چیزها؟ حقیقتا اون چیزی که من میبینم که ارکستر سمفونیک الان نسبت به ارکستر سمفونیک 82 خیلی ضعیف داره و بنابراین حالا مسائل اداری و مسائلی که صحبتش کردیم نه هیچ تغییر نکرده و همینطور بلا تکلیف و نابسامان هست. در هر صورت اون چیزی که مسلم بود برای این کار این بودش که خب اگر کاری آدم داره مینویسه من دلم میخواستش که تمام بهترین توانم روی این کار گذاشته بشه و بنابراین یک کار سختی بود، کاری بود که از نظر فنی بسیار کار دشواری خاص داشت و عهده این مجموعه ایرانی در عهده‌اش نبود که به تنهایی بتونه این کار انجام بده، به خصوص در بخش آواز. در بحث ارکسترادش هم یه مقدار نقطه ضعف‌های اون موقع بود، الان خیلی شدیدتره و یه مقدار کمبودی سر سازها هم ما نداشتیم اصلا اینجا، کمبودش وجود داشت. بنابراین این لازم این بود که ما به عنوان کمکی یک تعدادی رو حداقل بتونیم از خارج بیاریم و تزریق بکنیم در اینجا، حالا اینا به طور مجزا کار بشن برای زمان و بیان تو هم قرار بگیرن که کار انجام بگیره. و از اونجایی که خب من از تمام تحصیلاتم خارج از ایران بوده، تمام و آشنا هستم با تمام سیستمای موسیقی خارج از ایران در سطح حرفه‌ای، آشنا هستم با مسائلش. یه مقدار مباحثی بودش که خب مشکل آفرین بود. یعنی یک مسئله اینه که شما یک ارکستر شناخته شده یا یک ارکستری که در اروپا داره کار میکنه به عنوان یک ارکستر خاص داره کار میکنه، هر جایی راحت راضی نیستن این که شما برید یک انتخابی از اینا بکنید، یک تعدادی از اینا رو بردارید، کارشون لنگ میشه و این با اینا کار بکنید یک مدت، بعدم بیاید ایران یک کاری انجام بدید، بعد برگردید، بقیه‌شون مسئله داره. گروه روش پراکنده کردن یک کمی مسائلی داره. این یک نکته بود. نکته دیگه هم بحث مالی بود. خیلی جاها با شرایطی که اینها کار میخواستن بکنن خب خیلی گرون میشد و در بودجه‌ای که داشت، بودجه حمایتی که اون در اون مقطع زمان داشت انجام میگرفت از مباحث فرهنگی و هنری حمایتی که میشد، یه مقدار سنگین میشد براشون. بنابراین نگاه رفت روی اروپای شرقی که خب ارزان‌تر هم هستن و کیفیتشون نسبتا خوبه. خیلی مواقع شما میبینید که شرایط ایران شرایطی شده که شما اگر یک کاری رو میخواید اجرا بکنید یا میخواید ضبط بکنید، بنابراین حق الزحمه‌ای باید پرداخت کنید، بسیار ایران گرونتر از خیلی جای دیگه دنیا میشه و کیفیتش هم به اون خوبی نیست، زمان بره بسیار زیادتری میشه. شما همین کار رو در یک کشور دیگه میرید انجام بدید، بلوک شرق به خصوص، با 1/4 این بودجه به علاوه کارایی چند برابر و زمان بسیار کوتاه‌تری. بنابراین اینا همه مسائلی است که مشکل آفرینه. یک مقطعی که شما میخواید
کاملا هم حمایت بکنید از صنف انواع موسیقی و ارکستر سمفونیک کشورتون که تنها یک دونه ارکستر ما بیشتر نداریم واقعا که به عنوان ارکستر سمفونیک هست و این هم این حالت مشکلات رو داره. یه زمانهایی میبینید چند نظر وقتی، چند نظر بودجه، چند نظر کیفیت کاری خیلی ارزونتر و خیلی راحتتر میشه اگر همون کار رو برید در جای دیگه ضبط بکنید. این جریان ضبطش استاد شما برای این کار چیکار کردین؟ کار کجا ضبط شد اصلا؟ ببینید مرحال به این گونه بود، ما در ایران اجرایی، ما بنابراین رفتیم در رومانی. یعنی نوازندهایی که ایران بودن با کار میزدن اینها هم اومدن رومانی؟ آها. من خودم قبل از که برای اجرای تهران برنامه‌ریزی ما این گونه کرده بودیم که بریم با فیلارمونیک اونجا صحبت بکنیم در رومانی که این کار من انجام دادم. رادیو تلویزیون خود بخارست که ارکستر بسیار بسیار قوی و کار خیلی خوبی داره اونجا، من اینا رو وارد مذاکره شدم، بسیار علاقه‌مند شدم یک کار فرهنگی خوب انجام بدن. استودیوهای بسیار خوبی داشتن اونجا که استودیوش بر اساس الگو بردار از استودیوهای رادیوی پاریس برداشته بودن، خیلی استودیوی خوبی داشتن، صدا برداران بسیار خوب و ما برنامه‌ریزی کردیم که اونجا این کار رو ضبط بکنیم، اجرایی داشته باشیم، بعد از تو دل این یه تعدادی رو کمکی بیاریم در ایران با ارکستر ایران قاطی بکنیم، اجرای تهران داشته باشیم. و به خاطر عدم هماهنگی‌های اداری که واقعا کمی کمکاری‌ها اینجا شد این اتفاق نیفتاد. به هر حال در لحظه آخر ما تونستیم با یک فیلارمونیک کرایووا که در رومانی هست که فیلارمونیک در یکی هم نیست در به اصطلاح رومانی، یعنی نسبت به ارکستر رادیو تلویزیون رومانی و بخارست و یا خود فیلارمونیک بخارست خب درجه دوست، واقعا درجه دوست، اما شرایط لحظه آخر بود و خب تنها یکی از گزینه‌هایی بود که میتونستیم با اون بتونیم این کار رو انجام بدیم. به ضبطش بنابراین نرسیدیم، ما تونستیم فقط یک ماهه، من خودم روزی 8 ساعت تا 10 ساعت فقط اونجا کار میکردم در طول یک ماه، یک شنبه همه اینها رو تا تونستیم اینا آماده بشه. بعد به ایران اومدن و این اجرا در ایران اتفاق افتاد و بعد من خاطرم هستش که در آخر پایان این اجراهایی که شد و بعد بحثی بود که بحث زنده به اصطلاح پخش زندگی رادیویی سراسری رومانی بود و خیلی اتفاقای دیگر افتاد، من خب احساس علاقمندی کردم که ای کاش میتونستیم رو ضبط بکنیم به صورتی که خیلی محبت داشتن و با یه شرطی که واقعا در توان جا میگرفت و به دلیل اینکه خب کار آماده بود، بارها کنسرت داده بودن و آماده بودش. ما یک صدا بردار خیلی خوبی رو که صدا بردار هم رادیو تلویزیون به اصطلاح بخارست هستش، هم مال ارکستر فیلارمونیک بخارست هست و بسیار صدا بردار خوبی و شناخته شده، بهترین بود. از این دعوت کردیم و با یک مخارجی که خودم تونستم تا حدی ما رو متقبل بشیم این کار رو تونستیم یک ضبطی که در صورت به طور نرمال هستش، یعنی همه با هم میشینن اجرا میکنن و ضبط. خب بعد این خواننده سنتی جریان تو ضبط چی شد؟ چون تو کنسرت قربانی بودن، حالا این توی بحث آلبوم ما آیه انور رو داریم که مثل این که ما در اجرایی که اونجا داشتیم به صورت صدای آدیویی که ما داشتیم از اینو در کنسرت ها اینجا ما هماهنگی کرده بودیم اجرا میشد. بخش سنتی کار سولویستا که بودن، سولویستای کلاسیکمون بودن، فقط اون بحث سنتی رو ما آدیو تزریق میکردیم تو خود اجراهای زنده که بود. در ضبطی که انجام دادیم ما اون رو خالی گذاشتیم تا من به ایران اومدم و مستر رو ایران آوردم و اینجا هم با بسلا گزینش‌ها و صحبت‌هایی که در جوان شد در صورت آقای اسحاق انور رو کار انجام شد با ایشون و ایشون هم زحمت زیادی کشیدن و تونستیم اینو ضبط کنیم و میکس کنیم روی. خب چرا از آقای قربانی استفاده نشد؟ آقای علیرضا قربانی. آقای قربانی خیلی خوب بود و خوب هستش ایشون و صداش هم خیلی خوب میخوره به این مجموعه. و اینکه ببینید این مجموعه ایست که من باید فکر کنم که این مجموعه هر کدوم یه رنگامیزی خاصی دارن. نه تو کار کنسرت هم خیلی خوب جواب داد آقای قربانی. بعد منتها آقای قربانی آن چیزی که من نوشته بودم چون ایشونو در نظرم نبود وقتی من همچین چیزی رو نوشتم، آن چیزی که آهنگسازی کرده بودم در بحث سنتی یه مقاطعش خیلی بالا بود بر صدایشون
و چون با یک جوری میبایست حالا یا اکتاو پایینش رو انجام بدن به گونه ای این گونه بود و جاش خیلی درست در نمیاد اونجا. این بود که ترجیحاً ما آقای انور رو استفاده کردیم که اونجاها رو تونست به اون اوجها رو در اونجا انجام بده.